با 3 میلیارد تومان چه فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری تو پردیس وجود داره؟ شما با 3 میلیارد تومان میتونید تو فاز 11 واحدهای 87 متری ساخت شرکت کوزو ترکیه رو خریداری بکنید، یا بیاید توی فاز 5 جنوبی پردیس واحدهای 92 متری بگیرید، یا از واحدهای 105 متری فاز 8 خریداری بکنید، و یا اینکه بیاید توی شهرک رضویه واحدهایی که تقریبا تیپ نقشه فاز 11 پردیس رو داره و متراژشون 87 متر خریداری بکنید. با 6 میلیارد تومان چه فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری تو پردیس وجود داره؟ شما با 6 میلیارد تومان میتونید بیاید تو فاز 2 پردیس آپارتمان‌های سند تک‌برگ خریداری بکنید که متراژشون حدوداً بین 100 تا 120 متره. ولی اگه بخوام پیشنهاد خیلی جذاب برای سرمایه‌گذاری بهتون بدم، بیاید روی زمین‌های فاز 9 پردیس که قابلیت ساخت دارن و بعد از ساخت میتونید سند تک‌برگش رو بگیرید خریداری بکنید. برای اینکه اطلاعات بیشتری بگیرید میتونید با بنده در تماس باشید.